بخش اول انقلاب فرانسه. اختلاف نظر و گفته‌های زیادی در رابطه با این انقلاب مهم که تأثیرش نه تنها در درون اجتماع و سیاست فرانسه آن دوران بلکه بر خارج فرانسه هم تأثیرگذار بود. برای نمونه سوسیالیست‌ها این باور را داشتند که بورژوازی بر فئودالیسم چیره شده. برخی هم اعتقاد داشتند که همگرایی طبقات مختلف باعث انقلاب فرانسه شد. اما در مجموع میتوان ریشه‌های انقلاب فرانسه را اجتماعی سیاسی قلمداد کرد. مردم اون دوران فرانسه تحت تاثیر عصر روشنگری قرار گرفته بودند و خواستار حکومتی دموکراتیک یا دست کم مشروط بودند. از این گذشته فرانسه دارای 3 طبقه اجتماعی بود که طبقه اول اشراف و روحانیون مذهبی، طبقه دوم رعیت‌ها و تجار و معلم و طبقه سوم هم که بیشتر جمعیت 27 میلیونی فرانسه اون زمان تشکیل میداد کارگران و مستضعفین بودند. در زمان لویی 15 فرانسه درگیر جنگ‌های پرهزینه و خونباری با کشورهای اروپایی شده بود، معروف به جنگ‌های 7 ساله بین سالهای 1756 الی 1763 که خودش بحثی جداست و نمیشه تو این پست جاش داد. لویی 16 هم با دخالت در جنگ‌هایی که در آمریکا جریان داشت و حمایتش از مستعمره‌نشین‌ها و وضع اقتصادی رو بدتر کرده بود. عملا خزانه امپراتوری خالی شده بود و نبود سیستم اقتصادی هدفمند و مالیات سنگین، دخالت‌های کلیسا در امور اقتصادی و وضع قانون دین از سوی کلیسا و از همه بدتر ولخرجی خانواده سلطنتی و بریز به پاش اشراف‌زاده‌ها در وضعیت موجود خشم مردم رو برانگیخته بود. البته در این بین رقابت بین طبقاتی بین بازرگانان اشراف و سومی ها را باید در ذهن داشت. در همین حین پادشاه فرانسه برای اینکه کنترل اوضاع رو به دست بگیره، خشم مردم رو ناشی از شرایط موجود برهانه، دستور برگزاری مجلس طبقات را صادر کرد که متشکل از نمایندگان روحانیون و تجار و طبقه ضعیف میشد. در این جلسه نمایندگی از طبقه سوم خواستار گرفتن مالیات از اشراف و روحانیون بودند، چون در اون زمان مالیات عموما از طبقه سوم دریافت میشد. این قانون به واسطه نفوذ کلیسا تصویب نشد و سر مسائل موجود اختلاف نظری شدید اومد. بعد از این مجلس ملی شکل گرفت که عموما اون روشنفکرها تشکیل داده بودن. اون مجلس هم راهی به جای نبرد، افراطیون درش رخنه کردن.